مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 نفر خبر داد که یکیش به خلابی به مبلغ 1.1 میلیون سومونی و دومی به خلابی به مبلغ 1 میلیون سومونی عیبدار می شود. بنا به اطلاع میلیشیا و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده، عریضه مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور در این خصوص وارد گردیده است که ماه مارس سال 2022 مرد 44 ساله ساکن نویه شهر نو در محله سیم شهر ترسونزاده برای فریب به باورش در آمده از او $80,000 امریکایی گرفته وعده داده است که از بناهای نوساختمان شهر ترسونزاده منزل استقامتی گرفته می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. این چنین گمان برشونده 20 نوامبر سال 2023 در محله دوم شهر ترسونزاده برای فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او داده دفترمشیر تمغه های خونده صنعت و عودی که ارزش عمومیشان 215,000 سومونی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که در عوض ماشینا از بناهای نوساختمان شهر ترسونزاده برایش منزل استقامتی گرفته می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه سامونی با عریضه مرد 37 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 1 دکمبر سال 2023 مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک ماشین تمغه BMW X5 را به مبلغ 1 میلیون سومونی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده داده است که بر عوضش 113 تن مسئله ساختمانی ارماتور آورده می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. قلوبی یکی از جنایت‌های خیلی رایج در تاجیکستان به شمار می‌رود. بنا به امور وزارت کارهای داخلی سال 2023 در جمهوری 2762 حالت قلوبی و سال قبل 2882 چنین جنایت ثبت شده است.